سلام و عرض ادب خدمت شما با یک ویدیو دیگه از کانال ایران هم رادیو در خدمتتون هستیم. تو این ویدیو میخوایم به معرفی تجهیزات و وسایلی که داریم بپردازیم. قبلا براتون یک ویدیو آنباکس گذاشته بودم که توش دستگاه LMR، تیونر آنتن و این چیزها رو داخلش معرفی کرده بودیم و آنباکس کرده بودیم. حالا اومدیم اینا رو ستاپ کردیم و میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که چطور هستش. ما یک دستگاه LMR داریم که همون پیسیم اصلی ما هست که در باند HF کار میکنه که الان جلوتر بریم یکی یکی اینا رو بهتون نشون میدم. تیونر آنتنمون هست که آنتنمون رو تیون میکنه. ما بتونیم با استفاده از یک آنتن توی باند HF که از 2 مگاهرتز تا 30 مگاهرتز هستش بتونیم بدون آنتن مجزا همه رو با یک آنتن بتونیم پوشش بدیم از اینها استفاده بکنیم. و همینطور از وسایلی که استفاده کردیم، حالا لپتاپ ها و چیزهای مختلف که الان یکی یکی این ستاپ ها رو بهتون توضیح میدم. برای دستگاه LMR همونطوری که میدونید یک SDR هستش، یک دونه سافتور دیفاین رادیو هستش که با سیستم کار میکنه این رادیو این بیسیم و باید شما همراهش حتما یک کامپیوتر هم داشته باشید که بتونه سیگنال های رادیویی رو به شما نمایش بده، واترفال داشته باشه، چیزی که رو دستگاه های آنالوگ ما نداریم. حالا من برای اینکه بتونم این دستگاه رو ستاپ بکنم و راه اندازی بکنم تقریبا نزدیک به 3 تا دستگاه رو حداقل امتحان کردم. یک لپتاپ لنوو داشتم، یک لپتاپ ایسر پیدا کردم از توی وسایل قدیمی و یک دونه لپتاپ مکبوک داشتم که اینا رو همه رو تست کردم. روی لپتاپ مکبوک با اینکه جدیدتر هستش و بهتر هست تمام مشخصات سخت افزاری و نرم افزاریش، اما به دلیل اینکه نرم افزار حتما نیاز به ویندوز داره خب نتونستم ران بکنم داخل این و از این صرفا به عنوان یک وب SDR دارم استفاده میکنم و اصلا این بحث حاشیه‌ای به کنار کاری نداریم. از لپتاپ ایسر الان من دارم استفاده میکنم. ما برای دستگاه LMR که اینجا هستش قبلا براتون آنباکسش کردم و توضیحاتش رو خدمتتون دادم، ما برای دستگاه LMR حتما نیاز به یک کارت صوتی خوب داریم که حالا این کارت صوتی اگر از لپتاپ استفاده میکنیم میتونه به صورت اکسترنال و USB باشه، اگر هم میخوایم از کامپیوتر استفاده بکنیم میتونه کارت اکسترنال چی گفتی؟ ببخشید کارت اینترنال صوتی خود کامپیوتر همون کیس کامپیوترمون باشه. الان من دارم از همون کارت صوتی خود لپتاپ استفاده میکنم، یک ورودی میکروفون، یک خروجی اسپیکر، هدفون و اینها رو وصل کردم به دستگاه LMR که اینجا هستش. یه دادم به ای، یه دادم به ای، یه دادم به ای. مطلبی که هستش اینه که ما باید روی لپتاپ نرم افزار پاور SDR رو داشته باشیم، روی ویندوز نصب بکنیم. بهتره که ویندوز 10 داشته باشیم، روی ویندوز 10 بهتر جواب میده و حالا در آینده باز یک سری ویدیو کامل راجع به نرم افزار پاور SDR و تمام تنظیماتمون برای شما قرار میدم. الان من لپتاپم رو تنظیم کردم، نرم افزار پاور SDR رو نصب کردم و با استفاده از این دوتا فیش وصل کردم به دستگاه LMR هم که اینجا هست. لاین این و لاین اوتش هست. یک دونه کابل USB هم داره که باز به لپتاپ متصل میشه برای اینکه بتونه دیتا رو به لپتاپ منتقل بکنه و برای اسپیکر هم همونطور که می‌بینید چون من اینجا فیش‌ها رو متصل کردم اسپیکر جداگانه باید استفاده بکنیم. من 2 تا اسپیکر قدیمی داشتم، اینها هستش که مال رادیوی سونی 40-50 سال پیش هست. از قبل اینا رو داشتم، اینا رو تونستم به هم دیگه وصل بکنم، کانکتور زدم و اینم وصل کردم به دستگاه LMR و یک دونه تیونر اینجا داریم. این تیونر هم از فرکانس 5 مگاهرتز تا 30 مگاهرتز رو پوشش میده و میتونه آنتن شما رو تیون بکنه. کاری که من انجام دادم اینه که با استفاده از یک آنتن دایپول که هر یالش تقریبا 5 متر هستش و مجموعاً 10 متر هست، یک آنتن درست کردم که با ارتفاع 30 متر و مناسب برای باند HF فرکانس 14 مگاهرتز و برای این فرکانس تیون شده و مرتب کار میکنه و برگشتی و استابیلیارمتر اون خیلی کم هستش و با استفاده از این دستگاه تیونر میتونم توی فرکانس های دیگه ای مثلا کمتر از 14 مگاهرتز یا بالاتر از اون باند 10 متر، باند 40 متر اینها میتونم آنتنم رو تیون بکنم و بدون اینکه بخوام آنتن دیگه استفاده بکنم با استفاده از همین دستگاه ها ارسال و دریافت خودم رو داشته باشم. باریکلا. وسایل دیگه که من برای ستاپ کردن این دستگاه LMR و برای این بیسیمم
آماده کردم یک میکروفون بوده و شاسی PTT که این هم باز مجدد از همون وسایل ساده‌ای که داشتم استفاده کردم. یک دونه شاسی قدیمی، دکمه ساده قدیمی داشتم، این رو وصل کردم به یک فیش جک 3.5 میلیمتری. یک میکروفون بویا داشتم که این رو قیچی کردم و یک سوکت جک 3.5 میلیمتری استریو بهش وصل کردم و متصل کردم این رو هم به دستگاه LMR. و حالا با استفاده از این شاسی PTT، میکروفون و تنظیماتی که انجام شده، خب من میتونم ارتباط داشته باشم، گیرنده و فرستنده فعال شده و میتونم در باند HF ارتباط برقرار بکنم. خب حالا با استفاده از این دستگاهی که من ستاپ کردم و آماده کردم، ما تقریبا توی بازه خیلی زیادی، توی مسافت‌های خیلی زیاد میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. قبلا هم خدمتتون توضیح دادم راجع به باند HF و بیسیم هایی که توی این باند مخصوص کار میکنم، قبلا خدمتتون توضیح دادم و ویدیوهاشو براتون قرار دادیم. اولین ارتباطی که من با استفاده از همین دستگاه و این ستاپ تونستم بگیرم، ارتباط با شهر شیراز بود. با یکی از رادیوآماتورهای ایرانی با شهر شیراز تونستم ارتباط بگیرم و فاصله تقریبا فکر میکنم نزدیک 2000 کیلومتر رو به صورت هوایی ما تونستیم ارتباط بگیریم. ارتباط بعدی با تهران بود، با تهران تونستیم ارتباط بگیریم و بعد از اون هم همین امروز ارتباط با یکی از شهرهای روسیه من داشتم. قبل از اون هم چند تا شهر مختلف دیگه و حداقل مسافت مثلا با روسیه تقریبا 3000 کیلومتر فاصله بود. و جالبه که بدونین توان خروجی این دستگاه، چیزی که روی باند 20 متر من دارم و فعلا دارم ازش استفاده میکنم، تقریبا هولوش 8 وات 9 وات هست. CQ یعنی تقریبا میشه گفت به اندازه یک بیسیم دستی توان خروجیش هست، اما نزدیک به 3-4 هزار کیلومتر تا الان من تونستم ارتباط باش برقرار بکنم و ازش استفاده بکنم. شاید براتون خیلی جالب باشه. البته توی گیرندگی خب محدودیت خیلی کمتره. کسایی که توان ارسالیشون بیشتره و آنتن‌های بهتری دارن، مسافت خیلی بیشتری رو میتونن ارسال بکنن و به همین خاطر من سیگنال‌های دریافتی مختلفی از کشورهای مثل اندونزی، از آمریکا، آلمان و کشورهای مختلف داشتم و تونستم اونها رو هم ثبت بکنم. این تا اینجا فعلا ستاپی هستش که من برای خودم آماده کردم و دارم ازش استفاده میکنم. البته فعلا تا اینجای کار گفتم من هم توان محدودی داره دستگاه و هم اولین ستاپی هست که ایجاد کردم. یکم جلوتر که بریم سعی میکنم همین رو بهینه ترش بکنم، آنتنم رو یکم بهتر بکنم و باقی تنظیمات رو انجام بدم، ببینم چقدر میتونم این ستاپ خودم، این وضعیت دستگاه خودم رو بهبود بدم و تا کجا میتونم باهاش ارتباط بگیرم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.